در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. شخصی که در اون شب، یعنی اون صحابه، اون کسی که اگر اکل و شرب یا جمار انجام داد در شبی که منعم بود، فتاب علیکم، پس قبول توبه کرد علیکم بر شما و عفا عنکم، درگذشت از شما. خدای تبارک و تعالی عفو است، شما رو بخشیده. فالآن، پس الان باشروهن، مباشرت کنید با زنان خیش در شبهای رمضان. هیچ مشکلی نداره اکل و شرب و نزدیک شدن. فالآن، پس الان باشروهن، مباشرت کنید با زنان. یعنی چی؟ با زنان که اینجا آمده یعنی با زنان منکوحه خود. وابتغوا، و بخواهید و طلب کنید، ما کتب الله، آنچه که الله مقدر کرده به شما. یعنی وقتی که با همسر نزدیک میشوید یک هدف داشته باشید که نزدیکی شما طلب اولاد صالح باشد. شما در طلب اولاد صالح باشید. هدف از ازدواج و هدف از نزدیک شدن زن و شوهر تنها قضیه شهوترانی نیست. هدف اینه که اولاد صالح به دنیا بیاید. بعد اشاره میکنه الله سبحانه و تعالی و کلوا واشربوا، و بخورید و بنوشید از ابتدای شب تا به چی وقت؟ بخورید و بنوشید حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تا تار سفید از تار سیاه چه کار بشه؟ جدا بشه و معلوم بشه. من الفجر، از صبح. یعنی چگونه؟ از غروب آفتاب که وقت افطاره که الان اذان داده میشه یا بالاخره ساعت ها تعیین شده، تا اخیر شب تا صبح صادق شما اجازه خوردن و نوشیدن و نزدیک شدن با همسر دارید. اما ثم اتم الصیام الی اللیل، ولی متوجه باشید که باز تمام روز را الی اللیل، تا به شب. خوردن و نوشیدن و نزدیک شدن با همسر در شب اجازه، ولی از صبح صادق تا غروب آفتاب باز دارید از اکل و شرب و از جماع. ولا تباشروهن، و شما نزدیک نشوید و مباشرت نکنید با زنان. چی وقت؟ و انتم عاکفون فی المساجد، در حالی که شما معتکف باشید یا بودید در مساجد. که حکم دیگر بعد از ماه مبارک رمضان جریان اعتکاف رو بیان میکنه که اعتکاف چیه؟ حکم پنجم از فروع اعتکاف. اعتکاف یعنی توقف و اقامت در مسجد. این اعتکاف میگن. برای معتکف شب خوردن و نوشیدن جواز داره، ولی نزدیک شدن به همسر جواز نداره برای معتکف. ولی این نکته دیگر باید معتکفین که انشاءالله باز در جمعه بعدی که نزدیک اعتکاف بشه، چون عموما در اخیر ماه مبارک رمضان یا دهه اخیر چکار میشه؟ اعتکاف هست، باز برای بیشتر توضیح داده میشه. معتکف باید از مسجد بیرون نشه مگر به قضای حاجت. یا همین اشاره میکنه که ولا تباشروهن، مباشرت نکنید با زنان، و انتم حالانی که شما عاکفون فی المساجد، در اعتکاف اینها قرار دارید. تلک حدود الله، تلک حدود الله، این برای احکامی که معین شد و بیان شد، اینها حدود خدای. جلوگیری از خوردن و نوشیدن و مباشرت با همسر در روز، یعنی در روز، اینها حدود پروردگار الله تعیین کرد. وقتی تو مسلمان در روز نمیخوری و آب نمی نوشی،
این کی گفته؟ الله. تلک حدود الله فلا تقربوها، پس نزدیک نشید. حالا فلا تقربوها به چی نزدیک نشید؟ به جریانی که انسان رو وادار میکنه به عقل و به شرب و به اینها. مثلا شما نزدیک نشید، یعنی بسیار در مزمزه شما مبالغه نکنید. وقتی وضو ساختن خیلی آب بر دهن بالاخره چرخ ندید که روزه رو مکروه میکنه. فلا تقربوها، شما نزدیک نشید به جریان هایی که روزه رو میشکنه، روزه رو به طرف فساد و اینها میکشانه. یک نکته ای که خوب اینجا اشاره کنم، وقتی میگیم در مزمزه شما مبالغه نکنیم که روزه رو مکروه میکنه، جریان آببازیه. جریان آببازی هوا گرمه، دوستا شاید بالاخره به بعضی نهرها، به جوها و بالاخره به حوضهایی که در گوشه و کنار شهر هست به آببازی روزه مکروه 100%، ولی قریب به فساد. خیلی متوجه باشید، چون انسان وقتی زیر آب رفت یقینا آب سرایت میکنه در بطن است. در این قسمت این خیلی باید متوجه باشیم که جوانان عزیز خود متوجه باشن که از آببازی خودداری کنن در وقت روزه داشتن. مسئله دیگری که الله میگه فلا تقربوا، شما نزدیک نشین، فقها بیان میکنن به چی چیز؟ در جریانی که شما نزدیک نشین، یعنی در وقت روزه داشتن انسانهایی که زن دارن باید متوجه باشن از جریان. واضح‌تر بگیم مسئله شرعی قرآن چقدر واضح میگه که ولا تباشروهن و بلا الان باشروهن، ها واضح قرآن بیان کرد. جریان اینه که در وقت روزه داشتن کسی که روزه داره با همسر خود جریان بازی کردن و بالاخره بوسه زدن و با آغوش گرفتن و اینها باید خودداری کنن، با صراحت باید گفته بشه. به همین طریق باید که متوجه باشن، خصوصا جوانان عزیز و علل خصوص و بالخصوص جوانایی که نوزاد دارن و هنوز عروسی نکردن، خیلی متوجه باشن که این جریان الله سبحانه و تعالی تلک حدود الله فلا تقربوها، شما نزدیک نشید. یعنی با همسر که شما جریان اکل و شرب و جماع که اینها جز روزه نزدیک هم نشین، یعنی همسر به آغوش و بغل نگیرید، به این طریق که مبادا بالاخره دست به خونه های بالاتر بیفته. کذالک یبین الله، این چنین بیان میکنه الله سبحانه و تعالی آیات خود را للناس، برای مردم، لعلهم یتقون، تا که چه کار بشن. این آیات را الله که بیان میکنه لعلهم یتقون، تا ایشان با تقوا بشن. همه تقوایه، همه بحث به سر تقوایه. اگر میگه روزه بگیر، اگر میگه نخور ننوش، و بالاخره زنی که شریعت مقدس اسلام او رو به تو حلال کرده باز هم میگه دست به جان از اون نینداز. این درس میده که حلال که به تو در این لحظه حرام کرده، متوجه باش که بعد از رمضان از این مکتب که باز بیرون شدی چشمتو به نامحرم نیفته، چشمتو بالاخره به طرف ناموس مسلمان نباشه. یک ماه تو درس داد که به ناموس خود در روز دست درازی نکن، به غذا دست دراز نکن، بالاخره به آب دست دراز نکن، به اشیایی که به تو حلاله در روز در ماه مبارک رمضان دست دراز نکن. این درسیه که یعنی وقتی که به حرام نزدیک شدی و متوجه شدی، خور به طریق اولا باز بدار. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. در آیات گذشته احکام روزه بیان شد که خوردن اشیای حلال در زمان معین حرام گردیده شد که بیان کردیم. بعداً چکاره؟ نه از خوردن چکاره؟ در اینجی میگه حرام نخور، یعنی طور از حلال که باز داشتیم در روز رمضان به حرام کو به طریق اولا نزدیک نشو. ولا تأکلوا اموالکم، مخورید مالهای یک دیگر را بینکم در بین هم دیگر یا در بین خیش بالباطل، به ناحق، مال هم دیگر را به ناحق نخورید. این خیلی نکته مهمیه که
در ماه مبارک رمضان همین آیه این اشاره میکنه که ای انسان مسلمان متوجه باش که قبولیت روزه تو، میدانی که روزه تو به چی شرط قبول میشه؟ اینه که در وقت افطار به حلال افطار کنی، به حلال افطار کنی. اگر کسی به شیء حرام افطار کنه روزی از او قبول نمیشه، روزی از او قبول نمیشه. پس خیلی باید متوجه باشیم که این نکته اشاره میکنه که ای انسان متوجه باش که قبولیت روزه تو به خوردن حلال بستگی داره. خوردن حلال هم در شرایط امروزی خیلی برادران عزیز دقت به کار داره. معاملات امروزی و بالاخره بانک‌های امروزی و بسیار بیع و شراهای امروزی، ولی کوشش بشه. تو برادر کوشش خور بکن، حلال رو بالاخره با حرام مخلوط نکن، کوشش تو باشه که حلال بخوری. حالا اگر ندانسته معامله تو دروغی آمد، چمی آمد، فریبان ندانسته حرام مخلوط شد که تو ندانستی و حرام آمد، امیده که الله سبحانه و تعالی عفو کنه. ارتباط به این که میگه شما مالهای خیش را بین خیش به ناحق نخورید، یعنی چی و چگونه؟ ادامه اشاره میکنه و تدلو بها الی الحکام، شما مرسانید، پیشکش نکنید رشوتر بها اور الی الحکام، به سوی حکام. در جامعه ما کسانی که رشوت خور شدن، اونا کی رشوت خور کرده؟ خیلی مهمه. کسی که رشوت خور شده او کی رشوت خور کرده؟ هم جامعه او رشوت خور کرده. اگر تو برادر مسلمان به رئیس و مسئول و اینها رشوت ندی، فرشته ها از آسمان میان رشوت میدن؟ که نمیدن. کی رشوت میده؟ در و دیوال همون اداره رشوت میده. بگذار کارتو 10 روز 20 روز بالاخره طول بکشه، چرا زحمت ببینی چی مشکل داره؟ اگر مشکلتو به 1 ساعت 2 ساعت حل نشد، اگر به 10 روز حل شد، چی مشکل داره؟ انتظار بکش. چرا اینقدر بعضی جامعه ما استراحت طلب شدن، بالاخره فوراً میرن مشکل خود حل میکنن، 10 نفر و 20 نفر رو به گناه و معصیت و رشوت و اینها آلوده میکنن، کار 20 تا مظلوم رن به عقب مندازن. به این طریق این آیه مبارکه میگه و تدلو بها الی الحکام، پیشکش نکنید، ولا تدلو، پیشکش نکنید، پیش نکنید به سوی حکام، لتاکلوا، تا این که بخورید، فریقا من اموال الناس، یک حصه از مالهای مردم بالاسم بناحق و انتم تعلمون، حالا که شما میدانید. اگر یک نفر بره به دولت پول بده، خب میفهمه که این زمینا یا اوقافه یا مال دولته یا از شخص دیگریه، ولی میره پول میده 100 جریب زمین 200 جریب زمین به اسم خود میکنه، خب میفهمه که اینها گناه معصیته، این زمین رو گرفتم بناحق گرفتم. ولی این که میگه خب میفهمی و میدانی کار رو نکن، که از جمله گناهان بزرگه. به همین طریق ولا تأکلوا اموالکم، که نخورید مالهای خیش را. بزرگان و مفسرین میفرمایند که به باطل یعنی چی؟ به رشوت، به سود، به غصب، به دزدی و غیره و غیره. همه اینها خوردن به چیه؟ به باطله. و انتم تعلمون، حالا که شما میدانید که رشوت گناه عظیم و بزرگیه، میدانید که سود گناه عظیم و بزرگیه، میدانی که دزدی گناه عظیم و بزرگیه، میدانی که ظلم و ستم گناه عظیم و بزرگیه، میدانی پول گرفتن به خاطر تخریب وطن گناه عظیم و بزرگیه، میدانی که تشویش ساختن یک فامیل مسلمان خلاصه گناه عظیم و بزرگیه، ولی تو پول میگیری یا پول میدی؟ ایر بدان که خوب تو میفهمی که خدای تبارک و تعالی از تو پرسان خواهد کرد. نتیجه حلال که الله سبحانه و تعالی ارتباط به حلال تاکید کرده. مثلا ارتباط به خوردن حلال 3 خطاب الله سبحانه و تعالی داره. اول میگه یا ایها الناس کلوا من الطیبات، ای مردم شما از پاکیزگی ها بخورید، یعنی حلال بخورید. باز میگن یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات، شما حلال بخورید.
یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، ای پیامبر یا ای پیامبران شما هم حلال بخورید. یعنی جریان حلال و بحث حلال بین امتها داشته باشید. اینقدر که تاکید شده به خاطر چی؟ چون خوردن حلال و خوردن حرام اینها عواقب داره. خوردن حلال عواقب نیکی داره، خوردن حرام عواقب بدی داره. مثلا از شما عزیزان یک سوال ذهنی بالاخره پرسان میشه. یک شخص موتر ساخته، موتر هست دیزلی، اگر اون پترول بندازن راه میره؟ نه، راه نمیره. شاید یک چند قدم بالاخره به حالت جتکه و بالاخره اینها یک دو قدم بره باز بسته. به این طریق چون اون ساخته شده ماشین از او به دیزل، موتری که آماده شده باشه به پترول اگر دیزل بفتن باز هم دچار مشکل میشه. پس به این طریق الله انسان رو به حالت ساخته که اگر در شکم انسان حرام رفت او چه کاره؟ او دیگه از عروج میمانه. درسته قیافه خوبی داره، چاق آباد خوب بالاخره میدرخشه در عالم ظاهر، اما عروج نداره. ما مسلمان ها باید عروج داشته باشیم، باید حرکت داشته باشیم، باید به سوی خالق خود سیر داشته باشیم. ماه مبارک رمضان اشاره کردیم که این ماه یعنی فرودگاه. رمضان فرودگاه، همه ما آمدیم به فرودگاه. امروز رمضان داخل شده، ما به فرودگاه آمدیم. این فرودگاه پرواز داره. تو مسلمان به وسیله رمضان پرواز کن به طرف خالق خود، به طرف رب خود. اما ماشین خیلی مهمه. اگر به این ماشین حرام رفت سیر کرده نمیتونه. پرنده اگر بال نداشته باشه نمیتونه پرواز کنه. پس این خیلی مهمه. انسان باید عروج داشته باشه، انسان باید سیر داشته باشه. نتیجه حلال کوشش کنیم که بندگی خور بکنیم، تلاش و زحمت خور بکشیم. اما ای که یک نفر دعوت میکنه، حالا یک شخص دعوت میکنه، خصوصا ما خوندم الله رو بیشتر دعوت میکنن. حالا یک شخص ما رو دعوت میکنه، خوب غذای آماده میکنه. در عالم ظاهر میبینیم شخص کار داره، معامله داره، معامله خوبی داره، بیع و شرای تجارت داره، خب غذای رو میخوریم. اگر او غذا حرام بود و ما ندانستیم و خوردیم، امیده که الله ما رو عفو کنه. اما اگر بفهمیم که 100% مال فلانی رشوت، سود، قمار، دزدی، از رای ظلم، ستم، وقتی میریم واقعا بزرگترین ضربه به پیکر روح خود زدیم. از عروج ماندیم، دیگه کاری نشده، از عروج ماندیم. پس در اینجی نتیجه حلال مفسرین به طور خلاصه و فشرده بیان کردن اینه که نتیجه حلال، کسی که حلال میخوره، به حلال عادت داره، خدای تبارک و تعالی روزی حلال نصیب همه ما و شما بگردن، نصیب اولاد ما و شما بگردن. خدای تبارک و تعالی حرام از زندگی ما و جامعه ما دور بسازد. نتیجه حلال اول اینه که انسانی که حلال میخوره نور ایمان به وجود می آید. سیمای از او، دل از او، فکر از او به نور ایمان منور میشه. خواجه انصار قدس الله سره العزیز در کتاب نامی نویسه که مدت خواجه انصار در کوها از گیاه کوهی استفاده میکردن، غذا نخوردن. پرسان کردن که ای بزرگوار شما چرا از این استفاده میکنید؟ گفتن که چند روز میشه غذایی که به من میرسه مشکوکه، به شک شدم که حلال یا حرام، ولی بهترتر همین غذای کوه، از همین بالاخره از علف کوه و اینها که مدتی ای که بعد از 1000 سال میگن حضرت خواجه انصار قدس الله سره العزیز خواجه انصاری بوده. ایت نبوده که حالا بعضی انسان ها میگن بابا خواجه انصاری هم بوده دیگه مثل ما یک انسانی بوده. ولی مثل ما یک انسانی بوده. نه خیر، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، زن که باشد در نوشتن شیر.
یک شیریه که تو میخوری، یک شیریه که پیشی و بری تر میخوره. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، زان که باشد در نوشتن شیر. خواجه انصار اینقدر حلال و به جستجوی حلال بود که نامش به دنیا می درخشید. مگر در عصر خواجه انصار دیگه عالم نبود؟ خیلی علما بودن. خواجه انصار استاذ نداشت، خواجه انصار پیر طریقت نداشت. اینقدر که نام خواجه انصار کن نام استازا و نام مریدا و بالاخره این همه. خواجه انصار با همه زهد و تقوا و پرهیزگاری، با همین قدر همه زهد، با همین قدر همه تقوا، دستان خور بلند میکنه الهی کاش عبدالله خاک بودی که از دفتر الله پاک بودی، کاش. پس به این طریق خوردن حلال، نتیجه حلال اینه که نور ایمان به وجود انسان، در قلب انسان، در روح انسان، روان انسان، خلاصه سر تا پا ظاهر و باطن انسان چه کار میشه؟ می درخشه. ظاهر و باطن انسان می درخشه. دوم، قلب از ارتکاب گناه می لرزه. کسی که حلال بخوره و مجردی که به گناه روبرو بشه، موها به بدن از او تیخ میشه، قلب از او به لرزه میفته، پریشان میشه. در حدیث شریف میاره رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند انسان متقی، انسان با تقوا و پرهیزگار، انسانی که حلال خوره، وقتی کوچکترین گناه مرتکب بشه احساس میکنه یک کوه عظیم و بزرگی بلند سر از او گذاشته و الان میخواد بر سر از او فرود بیایه. همین قدر پریشانه. انسان منافق وقتی گناه میکنه مثل که مگس سر بینی و میشینه، چنین ادی او رم میره. این رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه. پس حلال این نتیجه اونه که وقتی انسان حلال خورد، جسمی که به حلال تغذیه شد او با گناه سر و کار نداره. سوم، انسان حلال خور دعایش قبول میشه که این خیلی مهمه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در حدیثی یک نفر ژولیده موی در حالت سفر، در حالت پریشانی، در حالت غربت از اینجا حرکت میکنه میره به مکه مکرمه، بعد خور به ملتزم میچسبانه، حلقه های کعبه میگیره، فریاد میزنه که یا رب یا رب یا رب، اما صدای لا لبیک میشنوه. یعنی الله جواب از اون نمیده. در حالتی که مسافر هست، ژولیده موی شده، پریشان هست، در حالت غربت هست، کنار کعبه هست، هر چی فریاد میزنه الله دعای رو قبول نمیکنه. بعد گفته شده در حدیث چرا قبول نشده؟ مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام. این انسان آنچه که خورده حرام خورده، آنچه که نوشیده حرام نوشیده، آنچه که پوشیده حرام پوشیده. پس چگونه یک انسانی که سر تا پا حرام دعای این حرام رو بپذیریم؟ پس بناهن خیلی مهمه انسانی که حلال میخوره نتیجه اینه که دعا قبول میشه. پس در رمضان تصمیم بگیریم، یک ماه مبارک رمضان در طول 11 ماه، در طول سال، در این ماه کوشش کنیم خصوصا وقت افطار روزی حلال تری باشه. کوشش کنیم خصوصا از برادرانی که واقعا به رنج و به زحمت و به مشکلات و مشقت روز به کارگری از راه حلال پول پیدا میکنن و افطار میکنن، از اونا خواهش دارم که در حق همه امت اسلامی دعا کنن. از او برادر دکانداری که به کار و معامله خود دقت کامل داره و از او تاجر خیری که بالاخره همیشه متوجه برنامه و کار خونه، دعا کنه وقت افطار که الله حرامر و معاملات حرامر از زندگی و جامعه ما دور بسازه. چهارم، از عبادات خود لذت میبره. انسانی که به حلال عادت داشته باشه از عبادت لذت میبره.
جسم حلال از عبادت لذت میبره. این مژده و بشارت برای شما عزیزانه، برای شما عزیزانی که امروز اول رمضانه، از این روزه خود لذت میبریم، از این درس تفسیر لذت میبریم، از نماز جمعه لذت میبریم، از ساعت 8 و 9 شیشتن در خانه الله اگر لذت نمی بود، این خیلی واقعا مشکله. وقت تو برادر و خواهر که از ساعت 8 و 9 به خانه اللهی، این جسم پاکتونه که تو رو به این خانه آورده، این جسم پاک. نباید به تشویش بفتیم که اگر لحظه به فکر ما مایوسیت شیطان بیارد فورا لا حول بلا بگیم. شما به خانه الله آمدین، آمدن به خانه الله این لذت عبادت بوده که شما رو وادار کرده و این هم جسم پاکه که این جسم پاک بوده که این لذت در زندگی و در عبادات آورده. پنجم، صفات رذیله از شخص حلال خور دور میشه. صفات بد، انسانی که حلال بخوره صفات رذیله از او دور میشه. صفات رذیله مثل بد اخلاقی، مثل بالآخره دروغ و فحش و گناه و اینها از زندگی انسان دور میشه. انسانی که حلال بخوره، این نتیجه حلال خوردن بود سروران عزیز و بزرگوار. نتیجه حرام برعکس نور ایمان ضعیف میشه. انسان هر قدر گناه کنه به تشویش و پریشان نیه، دعایش قبول نمیشه، از عبادت لذت نمیبره و صفات رذیله هم در وجود از او پیدا میشه که این نتیجه خوردن حلال و نتیجه خوردن حرام بود. این یک رکوع به طور خلاصه و فشرده که تفسیر شد. حالا ارتباط به فضائل رمضان. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزه رمضان به شما فرض کرده شد. این ماه مبارک رمضان چی فضیلتی داره؟ فضائل این ماه چیه؟ وقتی ما فضیلت این ماه بدانیم، برکات این ماه بدانیم، زیبایی ها و خوبی های این ماه بدانیم، یقینا از روزه لذت میبریم، از روزه لذت میبریم. از جمله فضائل ماه مبارک رمضان به طور خلاصه و فشرده، ماه رمضان ماه نزول قرآنه. در این ماه قرآن نازل شده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه مبارک رمضان ماهیه که چکاره؟ قرآن نازل شده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. پس این ماه مبارک رمضان چنان ماه بزرگیه که کلام حمید و مجید پروردگار عالم در این ماه نازل میشه برای هدایت انسان ها. دوم، باز شدن دروازه های بهشت. از دیشب که لحظه ای که رمضان داخل شد، فتحت ابواب الجنه، دروازه های بهشت باز شد. سوم، چه کار شده؟ وغللت ابواب الجحیم، مسدود شده دروازه های جهنم. در این لحظه جهنم تعطیله، دروازه ها از اون مسدوده، هیچ کس وارد جهنم نمیشه. حتی شخص کافر در ماه مبارک رمضان بمیره، او در قبر صحیح و سالم بدون عذاب هست تا بعد از رمضان. همین مجرده که رمضان تمام شد کافر به عذاب گرفتار میشه، اما مسلمان مستقیم وارد بهشت میشه. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. دروازه جهنم مسدوده، بسته. در این لحظه دروازه های رحمت پروردگار عالم. چهارم، دشمن عظیم و بزرگ. انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن بزرگه. خب این دشمن بزرگ از دیشب به زنجیر و سلسلت شیاطین به زنجیر کشیده شدن. شیاطین دشمن عظیم و بزرگ ما و شما، دشمن واضح و آشکار در ماه مبارک رمضان به زنجیرها کشنده. 11 ماه شیطان زحمت کشیده و از انسانها گمراه کرده. الان که به زنجیر کشنده شده، او انسانهایی که 11 ماه رو به مسجد نیامدن، الان رو به طرف مسجد و خدا کردن، خداوند اونها رو میپذیره، خداوند قبول میکنه.
الله سبحانه و تعالی گناهان 11 ماههشان را به وسیله ماه مبارک رمضان میبخشه، به شرطی که توبه نصوح خالصانه داشته باشه. در ماه مبارک رمضان شب قدر که بعدها هم صحبت میشه، بهتر از 1000 ماه مبارک رمضان ماهیه که او هفته یک نماز جمعه خواندیم، یک نماز بود. امروز این نماز جمعه به نامه اعمال 70 نماز جمعه نوشته میشه. نماز صبح که امروز خواندیم، دیروز صبح یک نماز، امروز صبح 70 نماز. حساب کنیم، خداوند دروازه های رحمت رو باز کرده. فرض 70 فرض، نفل رمضان معادل به فرضه، به اندازه فرض ثواب داده میشه. خلاصه بوی دهن روزدار به همینه که علما میفرمایند که بعد از نماز عصر و نزدیک افطار که میشه تا حتی کسی مسواک هم استفاده نکنه. بوی دهن روزدار به نزد الله سبحانه و تعالی از مشک هم خوشبویی تر. چقدر الله دوست داره. الله بوی دهن روزدار دوست داره. شاید بعض انسان ها روزه داشته باشه، در کنار یک نفر بنشینه، دهن از او کمی بوی داشته باشه، بالاخره او رو خور بگردانه، ولی الله دوست داره. از چی؟ خوشبویی تره از مشک چقدر خوشبویه. بوی دهن روزدار از مشک هم خوشبویی تره. همچنین ماه مبارک رمضان دهه اول رحمت و اوسط مغفرت و آخر عتق من النیران. انسانهای شایسته و نیک در این اول دهه که داخل شد، رحمت پروردگار عالم بر سر از اونا سرازیر میشه. دهه دوم مغفرت الله میرسه، آمرزش، بخشیدن. دهه سوم دهه دیگه که الله سبحانه و تعالی چی سخاوتی داره. الله هم که ببخشه چی بخشیدنی داره. الله، همت الله، سخاوت الله مثل که بزرگی الله هست، الله همان قدر که بزرگ سخاوت بزرگی داره. الله بخیل نیه که یک نفر رو ببخشه یک رو نبخشه، نه، فقط کاریه که تو انسان مسلمان دروازه الله را در بزن. دروازه الله را در زدی، وقتی که اگر صدا نشنیدی یا گله بکن، بیا بالاخره از ایخن ما بگی. الله سبحانه و تعالی آنقدر مهربانه که در دهه اخیر آنقدر از اهل جهنم سوق میده به طرف بهشت که خود خدای تبارک و تعالی میده. این ماهیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اگر کسی رمضان دریابه، امروز روز اول ایر میگم، اگر در روز اخیر رمضان بگم شاید بعض انسان ها بگن کاش ما در ابتدا میشنیدیم. نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در روز اول رمضان، اشاره میکنم، میفرمایند بدبخت انسانیه که رمضان دریابه و رمضان پشت سر بشه و بگذره و هنوز در وجود از او گناه و معصیت باشه و او خود را به وسیله رمضان وارد بهشت نگردانه. این بدبخت کسیه. به خاطر چی؟ رحمت سراسیر میشه، مغفرت، عتق من النیران، شب قدر، وقت سحر که الله میگه ای بنده من چی میخوایی که برای تو بدم. اگر به 11 ماه سحر خیزی نداشتی، در این ماه وقت سحر فرا رسید. یکی از عرفا میگه حکمت سحریر که الله به وسیله حبیب خود این را سنت قرار داده که وقت سحر برخیز. سحر میگه دامه، صیاد وقتی که دام می نشانه دانه می ریزه که اون صید اون صیاد بشه. الله وقت سحر میگه انسان برخیز غذا بخور، هدف غذا نیه تا این که تو را شکار رحمت ما بشی.
الله میگه ما دانه ریختاندیم، اسمش قضا و سحریه، اما ما تو را صید میکنیم، شکار میکنیم، تو شکار رحمت ما هستی. این لحظات را از دست ندهید سروران عزیز و بزرگوار. الله سبحانه و تعالی برای ما و شما توفیق اعمال صالحه در این ماه عنایت بفرماید. خدای تبارک و تعالی به برکت روزه موسفیدانی که اگرچه ضعیفن و روزه میگیرن، خدایا به برکت روزه و صوم موسفیدان، خدایا به برکت روزه جوانان، خدایا به برکت روزه کارگرانی که کار میکنن و روزه دارن، خدایا به برکت کسانی که اونها از صبح تا به شام مصروف کار و کارگریان ولی دست به غذا و آب دراز نمی کنن، خدایا روزه همه ما را تو قبول بفرما. خدایا پروردگارا 11 ماه گناه کردیم، خدایا اگر نافرمانی کردیم، خدایا اگر به غفلت سپری شد، خدایا اگر چشم ما به نامحرم افتاد، خدایا اگر دست ما به گناه و معصیت رفت، خدایا اگر پای ما به گناه و معصیت رفت، خدایا ندانستیم، خدایا ندانستیم، خدایا توبه کردیم، خدایا قلم عفو بر گناهان ما بکش، خدایا قلم عفو بر گناهان ما بکش. خدایا پروردگارا، خدایا امروز روز مبارک، خدایا پروردگارا ماه مبارک، زمان مبارک، جمع مبارک، خدایا پروردگارا، خدایا مشکلات را تو آسان بگردان، خدایا پروردگارا این عبادات ناقصه ما را تو قبول درگاه خیش بگردان. خدایا پروردگارا، خدایا پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. خدایا پروردگارا ما میدانیم 11 ماه به غفلت سپری شد، خدایا ما میدانیم 11 ماه به حالت سپری شد که ما ندانستیم. یا الله پروردگارا به این ماه توفیق عبادت، توفیق اعمال صالح عنایت بفرما. خدایا پروردگارا این جمع را سرفراز دنیا و آخرت داشته باش، خدایا مشکلاتشان را آسان بگردان، خدایا پروردگارا صوم و قیامشان را خدایا قبول بفرما. خدایا پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. یا الله پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. ما به طرف تو دراز است. خدایا اگر توفیق تو نباشه ما روزه گرفته نمیتوانیم، خدایا اگر توفیق تو نباشه ما شب زنده داری کرده نمیتوانیم. خدایا تو توفیق بده. خدایا پروردگارا، خدایا شکر میکنیم که ما را به رمضان رساندی. خدایا شکر میکنیم، خدایا از تو تشکری میکنیم که ما را به رمضان رساندی. خدایا پروردگارا، خدایا این جمر از این خانه ناامید بیرون نکنی. یا الله خدایا اینها همه خوی ملکی دارن، خدایا اینها روزه به خاطر تو گرفتن. پروردگار توبه کردیم، خدایا ما توبه نامه بنوشتیم، امضا به دوش توست. خدایا پروردگار، خدایا اگر به هر طرفی رفتیم به خانه تو آمدیم، خدایا دروازه تو یا الله پروردگار، یا الله ناامنی را سرزمین ما دور کن،
خدایا یک امنیت سرتاسری در کشور ما عنایت بفرما. خدایا دستای ظالمین و مغرضین از سر ملت ما کوتاه بگردان. خدایا آنهایی که به پی تخریب دین و وطن ما هستند خدایا هدایتشان کن. خدایا اگر قابل هدایت نیست خدایا خار و ذلیل بگردان. پروردگارا جوانان ما را حفظ بفرما. خدایا پسر دختر ما را حفظ بفرما. خدایا پروردگارا بر جوانان ما صدق صدیقی، عدل فاروقی، حیای عثمانی و شجاعت حیدری عنایت بفرما. خدایا پروردگارا مادران و خواهران و همسران ما را با عزت و با عفت داشته باش. خدایا پروردگارا آنهایی که از تو غافلند و قدر و فضیلت رمضان را نمیدانند یا الله هدایتشان کن. خدایا پروردگارا هدایتشان کن. پروردگارا همه جوانان ما را حفظ بفرما. خدایا پروردگارا خدایا روز اول رمضان، خدایا پروردگارا مهمان تو هستی. این ماه مهمانی رحمانه، مهمانی ستاره. خدایا دسترخوان تو دسترخوان رحمت و مغفرت. خدایا همه ما به گرد دسترخوان تو جمع شدیم. خدایا در انتظار عفو، در انتظار رحمت و مغفرت هستیم. خدایا پروردگارا همه برادر و خواهر را حفظ بفرما. خدایا پروردگارا خدایا موسفیدان ما را حفظ بفرما. خدایا پروردگارا بر همه اولاد صالح عنایت بفرما. خدایا پروردگارا اونهایی که اسیرن خدایا اونها را از قید اسارت نجات بده. اونهایی که مسافر دارن خدایا مسافرشان را صحیح و سالم به خانه و کاشانهشان برمیگردان. خدایا اونهایی که مشکل دارن به کسی گفته نمیتوانن خدایا تو حلال المشکلاتی، مشکلاتشان را آسان بگردان. مشکلات پسر و دختر ما را خدایا آسان بگردان. پروردگارا برادرای خیری که به دارالعلوم علی انصار خدایا کمک کردن و کمک میکنن خدایا پروردگارا زیر سایه عرش خود نصیبشان بگردان. پروردگارا این جمع حاضر را خدایا در این هوای گرم روزه میگیرن، ساعتها روزه دارن. خدایا از حوض کوثر بنوشان. خدایا این تشنگان را از آب حوض کوثر خدایا سیراب بگردان. خدایا اینهایی که به هوای گرم به خانه تو حضور دارن خدایا زیر سایه عرش خود را نصیبشان بگردان. اللهم اغفر موتانا و موتى المسلمين وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين واشف امراضنا وامراض المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال